بعد از اینکه ویدیو قبلی رو منتشر کردم خیلی سوال داشتن، خیلی مشورت خواستم و کلی دایرکت داشتم که ما میخوایم بیشتر در مورد تجربیات بدونیم. خب میخوام کم کم شروع کنم در مورد این سوالا صحبت کنم. البته که کاملا تجربه شخصی خودمه. بیشترین سوالی که ازم میشد و در واقع فکر میکنم آزاردهنده ترین سوالی که از افرادی که تو بزرگسالی تشخیص اوتیسم میگیرن میشه همین سواله: تو که خیلی نرمال به نظر میرسی، میتونی حرف بزنی، تحصیل کرده ای، ازدواج کردی، مطمئنی تو طیف اوتیسمی؟ خب طیف اوتیسم رو شما هیچ وقت از روی قیافه نمیتونین تشخیص بدین. اگه اینجوری بود که از روی قیافه بتونین تشخیص بدین، از پیچیده‌ترین موارد تشخیصی رو نداشت. کلیشه‌ای ترین تفکر در مورد اوتیسم همینه که نمیتونن حرف بزنن، در حالی که این درست نیست. من خودم همین تفکر کلیشه‌ای رو داشتم و فکر می‌کردم که حرف نزدن یکی از علائم تشخیصی اوتیسمه و غیر. و برای همین وقتی تراپیستم اولین بار با توجه به اینکه میدونست من روانشناسی مطالعه داشتم و خوندم، در مورد این پرسید که فکر نمی‌کنی ممکنه تو طیف اوتیسم باشی؟ من با قاطعیت گفتم نه، اصلا امکان نداره. انقدر برام این تشخیص ترسناک بود به خاطر اون شناخت کلیشه‌ای که ازش داشتم که اونجا برخوردم باعث شد که خب تراپیستم دیگه ادامه نده. اما در طی چند ماه بعدی که کم کم شروع کرد در مورد طیف اوتیسم با هم صحبت کردم، متوجه شدم که من کاملا در طیف اوتیسم با عملکرد بالا قرار دارم. و نکته جالب‌تر اینه که وقتی خودم شروع کردم به مطالعه کردن، متوجه شدم که علائم اوتیسم توی دختران و توی پسران ممکنه به کل متفاوت باشه. مثلا سالها مطالعاتی که در مورد اوتیسم روی پسران بود، چون واضح‌ترین علامت یعنی نداشتن تکلم بیشتر توی پسرها اتفاق میفته. حالا جدیداً روی دخترها هم داره پژوهش‌ها و بررسی‌های اتفاق میفته که اصلاً ممکنه تکلم نداشتن یکی از علائم نباشه و نوع تکلم داشتن مطرح میشه. برای همین اون کلیشه‌ای که در مورد اوتیسم داریم رو بذاریم کنار و یه خورده از اون اوتیسم هراسیه بکاهیم و ببینیم که داره چه اتفاقی میفته. من اولین بار که با این تشخیص مواجه شدم و با پیشنهاد تراپیستم این کتاب مطالعه کردم. کتاب راهنمای جامع سندرم آسپرگر نوشته تونی اتود. خیلی برام شگفت انگیز بود، انگار که از روی زندگی من نوشته بودن. آسپرگر در واقع سندرم آسپرگر اسمیه که قبلا به همین اوتیسم عملکرد بالا میدادن. اوتیسم و آسپرگر در واقع جدا بودن. توی DSM-5 این طبقه بندی رو حذف کردن و اوتیسم رو یک طیف قرار دادن که سطح داره، سطح 1 و 2 و 3، که در واقع این سطوح با عملکردهایی که این افراد دارن میتونن تو هر جای این طیف باشن. حالا بحث طیف هم خودش یه موضوع خطی نیست، در مورد اون هم صحبت میکنیم که طیف اصلا یعنی چی. من فقط میخوام یه تیکه از این کتاب رو براتون بخونم. برای تشخیص برای طیف اوتیسم: آسیب کیفی در تعامل اجتماعی، آسیب کیفی در ارتباطات و دارا بودن الگوهای رفتار محدود و تکرار شونده. حالا بیایم ببینیم یعنی چی. آسیب کیفی در تعامل اجتماعی به این معنی نیست که طرف ممکنه نتونه ارتباط برقرار کنه. این واقعیتی که درک و تفسیر موقعیت‌های اجتماعی برای فرد دارای ASD دشوار است. یعنی گیج میشیم. ما بعضی وقتا موقعیت‌های اجتماعی قرار میگیریم و شاید مثلا من تو 25 سالگی یاد گرفتم مثلا ازم بپرسن چطوری بگم که مثلا خوبم، ولی من به عنوان یک فرد اوتیست هیچ وقت نمیگفتم خوبم، میگفتم که بدم، حالم خوب نیست. و تا اینجاش هم اوکیه، ممکنه آدمای عادی هم این رو بگن. اونجایی رو دچار مشکل می شدم که بعد از اینکه من میگفتم بدم، من انتظار چیزی نداشتم، انتظار همدلی یا اینکه مثلا اون طرف بهم توجه کنه رو نداشتم. و وقتی این کارو میکردن من گیج می شدم. خب خودش پرسید، من گفتم حالم بده، چرا الان داره همدلی میکنه؟ اصلا کیه منه؟ مثلا راننده تاکسی چرا وقتی من بهش گفتم حالم بده بعدش باید با من همدلی کنه یا مثلا به من توجه ویژه‌ای بکنه؟
خودش پرسید منم جواب دادم دیگه لزومی نداره که بیاد با من مثلا تو پدر منی، مادر منی، دوست پسر منی، کیه منی که الان میخوای با من همدلی کنی. این تیکشو درک نمی کردیم و اینجا بود که آزار میدیدیم. شاید مثلا برمیگشتم من میگفتم که مثلا میگفت که میخوای مثلا بر پفک بخرم حالت خوب شه. مثلا تو کی هستی که برای من پفک بخری که من حالم خوب شه؟ اصلا تو چی کاره ای؟ خب اینجا مسئله است. ما تو درک تفسیر واقعیت رابطه و موقعیت‌های اجتماعی مشکل برامون ایجاد میشه. حالا میگه که نقص مقابله مثل اجتماعی هیجانی چجوری اتفاق میفته؟ در این موارد تمایل به گوشه‌گیری، خجالتی بودن و در خود فرو رفتن هنگام مواجهه با موقعیت‌های اجتماعی و همچنین اجتناب یا به حداقل رساندن مشارکت یا گفتگوها یکی از راه‌های مقابله است. یا بالعکس در شیوه دوم تلاش فعالانه برای مشارکت اجتماعی صورت می‌گیرد، به طوری که شور و حرارت و مزاحم و ناخوانده بودن کاملا مشهود است و شخص بدون آگاهی از آداب و عرف اجتماعی مانند احترام به حریم شخصی افراد تلاش دارد خود را بر تعاملات تحمیل کند. در هر دو صورت عدم تعادل در عمل متقابل اجتماعی وجود دارد. نکته باحال، آقای تونی ادوارد میگه که من یک روش سومی رو شناسایی کردم که این افراد هنگامی که در درک و تفسیر موقعیت‌های اجتماعی به مشکل برمیخورن با اون متوسل میشن. در این روش فرد دارای ASD مشتاقانه به تماشای موقعیت‌های اجتماعی مینشیند و رفتارهای اجتماعی مردم را تحلیل عقلانی میکند و بدین ترتیب با تقلید از شیوه آنها و مشاهده و تمرین پیشنویس‌های ارتباط اجتماعی که بیشتر از آن که حاصل یادگیری ضمنی، محیطی و شهودی باشند، مبتنی بر تحلیل عقلانی هستند، درگیر تقابل‌ها و تعاملات اجتماعی خواهد شد. این یک مکانیزم جبرانی است که اغلب نه فقط توسط دخترهای دارای سندرم آسپرگر استفاده می شود و آنها را قادر می سازد که توانایی‌های اجتماعی تصنعی از خود بروز دهند که ممکن است باعث سردرگمی ارزیاب شود. به علاوه بزرگسالانی که سندرم آسپرگر دارند به تدریج درک و تفسیر نشانه‌ها، آداب و عرف اجتماعی را فرا می‌گیرند به نحوی که امکان دارد نشانه‌ها از نقص و نارسایی در مقابله به مثل اجتماعی هیجانی در طی تعاملات اجتماعی کوتاه مانند جلسه ارزیابی تشخیصی مشهود نباشد. میدونین یعنی چی؟ یعنی این که من وقتی که ازم میپرسن که چرا فلان کارو کردی، میتونستم 1 ساعت بشینم توضیح بدم که چرا فلان کارو کردم. و وقتی که از دیگران میپرسم که چرا این کارو کردی، نمیتونستن توضیح بدن چون اونا شهودی یاد گرفته بودن. من تعجب میکردم مگه ممکنه آدم یک رفتاری رو انجام بده توی جامعه و ندونه چرا اون کار رو انجام داده؟ چون من اینجوری یاد نگرفته بودم. من نشسته بودم ساعتها مطالعه کرده بودم رفتارها رو، دلیلها رو پیدا کرده بودم و اون رفتار رو تقلید کرده بودم. تقلید کورکورانه نه، تقلیدی که بدونی منطقش چیه. برای همین شما امکان نداره از یک فرد اوتیستیک هم توی اوتیسم عملکرد بالا که یک سری رفتارها رو انجام میده بپرسی چرا این کارو کردی، نتونه برات توضیح بده که چرا این کارو کرده. این افراد که معمولاً هوش بالای منطقی و تحلیلی هم دارن میتونن بشینن ساعتها برای تو توضیح بدن که چرا این رفتار رو انجام دادن، چون براشون رفتارها خود به خود و ناخودآگاه اتفاق نمیفته. مثلا تو میبینی که مامانت موقعی که داره قرمه سبزی میپزه لیمو عمانی میریزه. یک فرد اوتیستیک مثلا من وقتی که ببینم مامانم داره قرمه سبزی میپزه لیمو عمانی میریزه، من یاد نمیگیرم که من هم موقع پختن قرمه سبزی باید لیمو عمانی یاد بریزم. من باید برم بپرسم، برم ببینم چرا این کارو میکنه و تمام اینها رو در موردشون بدونم که بتونم اون رفتار رو انجام بدم. این نکته‌ایه که تفاوت یک رفتار رو نشون میده. و کلا ناخودآگاه تعطیل. اگر میخوای بیشتر از تجربه هم بدونی کانال یوتیوب هم رو دنبال کن. در مورد این خاطراتم بیشتر صحبت میکنم.